سلام برسول الله. ماندن نباش بخیر جانک ماندن نباش. لالا بخیر جانک جور صحت خوب. نوش جان چی خوب فانتا میخوری اشته خوب. اگر دل دست نه بیشتر ما کلا خوردیم. میگم اگه اشته شده نه سلامت باش جور هستیم ان شاء الله. بخیر هستین شما خوب هستین؟ بیا پالی ما بده. محرم هستیم چرا میگریزین؟ نه ما خیلی گوار نداشتیم. بخیر هستیم ان شاء الله. بخیر باشیم. بچه کجا هستین دیوار؟ بچه همین وطن. ماشاءالله ما از این وطن هستیم. از همین وطن از همین جای از همین منطقه. این منطقه را چی میگن؟ این منطقه را منطقه دانیزا و از قطر خاک تیر شده. قساق گو که والا معلم ریاضا میتونه تو پرسان کردی منطقه چرا رقم امور آسانشه بگو. اما آسانشه ولی بگم قطر خاک. قطر خاک. یعنی یک قطره خاک نیست دیگه. ها چرا نیست خب به نام قطر خاک یاد میشه. به نام منطقه دانیزا است. دانشجو؟ ها دانیزا. شنامای والا انگلیسی است ترکی است. نه خاینمی پالوانیو میکنی؟ کم حتما ششتکایی ده کم یعنی نه خدا نکنه 100 گل یک گل تو نشگفته یک سال پیش بود چند نفر چپک چند نفر چپید کرده راست بگو پالوان دروغ نمیگه خرچه که بگم شاید یک 10 نفر چپکشم یک 3-4 نفر چپک ده باشه خب اورم نیمه نه پورا چی نیمه دروغ گفتن چی فایده داره همیشه باید دقیقت بگردی چی کار بار میگی بابا جان در کابل هستیم خوازه کاری خوب بیشک از ما خاطر اینجا بینید زخم افتادی خدا نخواد چطور یک نل خورده باشه ما کارگر هستیم بخدا تکر کردم خودش همون نل خودم بسته کرده بودم همون خودم همون نل خوردم لا حول ولا خوب شد قدت بلند بود اگر اینجا میخواد بخیم پچق میشیدی اما قد بلند بود که خورد اگر پایین میبود نمیخورد اون فکر که تا اینجا میبود از نل تیر میشدم قد بلند هم باز جای تا ضربه داره 4 تا گوتی پران هم میگیری باز این تا زخمی ها میشی نه خوبه قد بلند لالای ما چی کار میکنه؟ ما هم خوازه کار هستیم بیشک من کلت پالوان یا سر ما فیگور میری نه ما میلابتون خدا نه خودت هم از کابل آمدی؟ از کابل هستین شما؟ از کابل کجای کابل هستین؟ از سایه خوجا بغرا زیر گارد گارد دیگه پیریتون هم میکنه چطور آمدین اینجا از دوستاست؟ خیرات داشتیم میشه خوب ما هم خیرات خوردن آمدیم مادر خلاص شده خلاص شده وقتی روسا یک سیدان شهید داریم اینجا خدا رحمتشان کنه خدا بازار سالمون تا بیت الله وقت جمع میشیم اونجا پیسه جمع میکنیم فامیلا زیادتر بوجه است اینجا خب مردمای مانده که غریب و غربه هستن بله نمیتونن آوا یک خدمت خیرات جور کنه باز ما اینجا پیسه جمع میکنیم 1-3-4 متر میشیم بعد از نوروز اینمی روزا من باز اینجا خیرات بار میکنیم این طرف و طرف میکنیم خشلاخایی که مانده کلی از یار خبر میکنیم من اونجا بار میکنیم دیگه خدا قبول کنه خدا قبول کنه باز یک خط میخورن هم دش میکنیم باز امور مردم میخوره میریم دیگه پس بیشک والله بیشک این کار از اسم میام نوش جان این مردم وطن خب پای مانده و دست مانده است خیر ببینه برکت زورش نمیکشه باز ما اوجا خیر یک لقمنان پیدا میشن یک کاربار میکنیم به اصلاح مجرد هستی یا متعهل؟ این وقت هم مجرد پیدا میشه نه زندار است خیلی خدا نخواد ینگم نزده باشه سر چیز میکنی با خدا باز یا همین فکر میکنم خطیم علاقه داره نه کاش که خطیم علاقه اون چبلی هایی که این قیقدون باز این داره کریش که سابقه کلاوش بود خب افگار نمیکرد فرق میکرد خلاص من همونطور هستم باز یا همونطور میگم باز ما چی بگم وقتی سایز با خدا قلندی لالا بیا بادا پیش بیا نشا زاده ببخشی مفتون باشی نان میخمانده نباشی او نام خدا چرکی نبریم که سلام علیکم کنه خیلی قد نام خدا او بیشک والا بیشک به خدا اینجا پای ما میرسه میگه من پای ما میزنم میخوای پای ما بزنم نه چپر نشه جور هستیم انشاءالله نام خدا خوب شد کلاه نداشتم اگر نمیفتاد عسکری کردی؟ والا در دوران نجیب خیلی کم وقت نام چیزا منصب خدا نخواسته یک قفاق در اینجا میرسید دیگه همون یک قفاق زد ایلا کردم بخی عسکری رو به خدا دم یک قفاق؟ دم یک قفاق لا دمی شق اشپزی بودم خو کرانه رو خراب غنڈی نقل سیاسان چی غنڈی بود آسان بیادر یک سیلی خوردم صبحی که این نفر آمد آیت بود سری غذا آیتی میگد که چه رقم است خب من گوشت چی کرده بودم من دستای من چربی مانده بود
برادر که آمد گفت دستان سایی که گفت چرا؟ مردم صاحب دستان شدن خب گوشت بود چربی گرفت این قدی ناخونای مکلیش کمی سیلی را کش کرد کمی زد خیلی برای نظری تمثیل نکنی و مرد سکی کمی زد و یک قفاق شد دیگه ما گفتم والا عسکری دیگه ما گفتم مرا بسه باز نوکر چی عادت داره در قفاق بدون شوخی میگم بدون مبالغه میگم نام خدا هم دانم کلتون از ما کت از میگم دفعه کت میگم شما دیدین بخیر مرغ گشتون خب قواره داری نام کدمی سیلی که جور دیم گنگا میشه گنگا را که دیم جور میشه والا رقم آدم باشه اینی بدون شوخی میگم برات نمیخوانه هستیم در کابل که زنگ آمد کابلی سه بخیر سی ساعتان خوب شکر فعلا خدا سلامت باشی کجا هستی گفتم خانه هستید والا ما یک مریض داریم بیادر اگه لطف محبت کنید که ما آدرسش برات بدیم آدرس بده که ما بیاریم مریضه ما گفتم لالا جان شوخی نکردیم قطع کردم ما موبایل 2 دقیقه تیر نشد که باز زنگ آمد باز برداشتم بله با کابلی سه که بله خدا قطع نکن ما مریض داریم ما گفتم لالا جان ما دکتر ما نرس ما شیخ ما چیکاره او مرد سخی دیگه زنگ نزنی لالا باز زنگ زد خیلی کرد بگویم گپ دی گرفتیم بیادر خان که بوی سلام علیکم همشیره بخیر جان جو شو که بیادر جان مریض داره من خدا قطع نکنم دروغ نمیگم من گفتم خاله جان بچه هستی حتما بیادر در دماغ کاغذ تشناب ماندی صدای زنانه شده آزار مانته چی میکنید دی پختالای ما کن گفت نه بیادر قطع نکن ما شوخی نمیکنیم یک مریض داریم ما ایر امریکا بردیم اروپا بردیم من بردیم پاکستان بردیم خلاصه تعویض و تومار هر چی کردیم این بچه جور نشد این جور نشد چی تکلیف داره گفت مالو بیادر ما گو بیادر تکلیف داره نمی که 18 سال است از زبان گنگ شده بیارینش گفت ما آدرس دادیم بیادر ما گفتم حتما کمره مخفی است سر من یا آمدن دیدیم که 12 تا مردا و 5 6 تا خانمای بسیار مردمای باسویه و خاندانی مردم نه ولی شوخی نمیکنن نمی خانه شاندیم دیگه بیادر خانم 33 متر درازیش است خانه ما شاندیم میمونا رو میوه و گپا خوردن دیگه سال می کمره کجاست که کمره شوخی کمره سر مصرف نکنن باز سونسون خود چای ما نان خوردن میوه خوردن مریض کدام است او نگفتم بیادر دیدین که یک زردن بوگه یک دراست گفتم بیارنش پیش بیارنش نمی پیشوری ما آوردنش بیادر 6 تا ما گفتم بچه‌ش یا حتما سر تو کدام راجوری دارن دی یک قفاق دیشه یا دال میپره یا چپاتی اینا شنیدی لالا که همه تو بیادر خان توف دیم دست من بر قفاق جور به که بیادرش گره گفت لالا خیرت گفتم ایلاکو دم ما اینه متر است ایلاکو خب گو ببخشی شب جور تیار شد گام زد اینال از پانتون فارغ شده خیستیم که 2 بجه شب در خانه هستیم خوش باش آقا سلامت باشی این قصه قفاق تشکر دینده باشی سلامت چند سال میشین مصرف دکانداری والا چند سال نمیشه بیادر ما خود همین راست خدا بگم مثلا شما تلویزیون هستی شما رادیو هستی من یک داستان کلام بسیار زیاد دارم بیشک والا بیادر مقصد بندی شده بودم در پلیس ناروا بیادر 10 سال قید گرفتم بیادر کل زندگیم تباه شد هرچی که قاضی را و نفر گفت که نمی مال از ما است به خدا و قرآن مال از ما است قاضی صاحب نمی آدم تکسیوان است ما را گرفتار کرد 10 سال ما را قید داد برد ما را بندی کرد 5 سال در پلیس چرخی تیر کردم بسیار مثل ما و آدمای بیگناه اونجا بندی راست میگن بسیار نفر بندی دیوانه شده پودریا زیاد است در زندان بیادر مواد فروش ها زیاد است به خدا قسم از خودم هم چرسیستم ما دروغ نمیگم در کل عالم معلوم است من در رادیو تلویزیون برید میگم من 30 از دوران اروسا چرت میزدم در زندان رسید میزدم والا مگه هیچ باور آدم نمیه نام خدا تر تازه چند سال هستید لالا اول تصویرت برای ما بگو 47 ساله آدم هستم
47 ساله اولی همی زندان مرا پیر کرد. من پیر نبودم. نه خلاص است. سمید که سفید شد دیگه گیلم جمع شد. اینه لالا شما خیره شده دمالی. اینه لالا پاره در برای خود شیر آقا بساز خود. والا باز نمیده که باز همیشه نزنینی باز یک مدل دیگه معلوم میشه آدم. خیره باز سرچپه برو. یار خدا یارت آدم کاکا آدم بشید. دوستان عزیز خداوند تمام وطنای ما که بیگناه بندیستن برناق خداوند از زندان خلاصشون کنه. ما هم زندان دیدیم، ما دم جلال آباد بودیم زمانی که استاد ربانی رئیس جمهور بود. برناق گفتن ما برناق بندی شدیم سر مال خودم بالاخره زندان شدیم. محبس که بردیم ما یک نفر 18 سال قیدش برآمده بود. قیدش برام یک دو سه تا که تیر شد یک دونه خشت پیدا کرد، خشت پختره دم اینجا خود میزد باد بندم باز که خشت در اینجا خود میزد. خلاصه دیوانه در بلاک این به دیوانه مشهور شد. به دیوانه مشهور شد وقتی که بیادر میبرامدیم بیرون باز خط اندازی کرده بود. خط اول، خط دو، خط سه. خط اول بیادر پس بیا، خط دوم مرمی تیره، خط سه میزد پیردارا. دروازه محبس هم دیگه یک دروازه کلون چوبی باز یک شگک که باز میکن دروازه شرنگ کلا سال میگه که پایواز کی آمده. بعد جای است. خلاصه این دیوانه معترضانی رو شروع کرد. با تا خط اول بیادر میرفت خب باز پس لیورس میامد. بازی پیرادارا میگه که دیوانه پس برو لیورس برو. بازی پس لیورس یک مباد در خط دوم دیوانه بازی پیرادارا که قلق میزده شکل مرمی نمیزده شکل دیوانه بوده که میشه. همین ماه سیم شد بچه پدر که خط سیمو میگه اون دفعه تیر میشد با دو گیره میشد. بچه پدر بعد از این سه ماه دو روز است که دیوانه که می سلف میکنه سویچ میکنه گیر اول گیر دو گیر سه که می دروازه باز میکنم که دیوانه گیر اول میکنم میگه سه چهار نفر پایواز میندازه بگرد که نمی دیوانه گریخت. خیسیم که دو بجه شب. خوش باشید، سلامت باشید، قربان شما. چیز نمونده باشید در جیب ما، پیسه موبایل. جهان سپاس، سلامت باشید. هدف ما از لبخند به لبای هموطنای ما آوردن است، هم در داخل کشور هم در خارج کشور. شوخی کردیم. زنده باشین، سلامت باشین. میتونم که یک چای برای شما دم کنم؟ من اینجا پندیک دارم. قربان بدر وقت نان است. نانم به خدا میتونم نانم جور کنم والا. خدای هر سلام شوخی کردم میفهم بدر. جان میفهم. سلامت باشین، سرفراز باشین. با امید افغانستان آباد، آزاد، آری از فقر و بدبختی.
هموطنان عزیز و گل بازم سلام خدمتتان تقدیم میکنیم. رسیدیم به خیر با آخرین نقطه دره شیخ علی. بسیار دره زیبا، دره مقبول و در بک‌گراند که میبینین کوهی که سفید است، کوه برف، انشالله که شبر بامیان است. سفر ادامه داره، ببینین و لذت ببرین از وطن زیبایتان افغانستان عزیز.
مانده نباشه سلام. اوه نام خود نام مانده نباشه. بخیر هستی جانک جور؟ مانده نباشه. لالا مانده نباشه. بخیر جانک جور؟ بیادر زاده است یا بیادرها؟ بیادر است. نام خدا. خوب هستی؟ بچه شما خارجی سین یا داخلی؟ داخلی. این کلاهایتون خارجی واره است؟ نه کلاه داخلیه. به خاطر رفته. نیال میشونین؟ نیال میشونیم. نام خدا. بخیر از ان شاء الله. تشکر سلامت باشید. سلامت باشین. تشکر ان شاء الله که حاصل بده و بگیره بخیر که زیر سایه شما بشینین و ملت و مردم هم بشینن. نامک بچه کا چیه؟ نام چیز لالا؟ بگو نام خدا. ها لالا نام چی؟ مشتاق سعید. ها جان؟ مشتاق سعید. اوه نام خدا. صنف چند هستی آقا مشتاق؟ 6. بیشک والله بیشک. اول نمره یا از آخر اول؟ از کدام چی؟ وای ما را جگرخون ساختیم مشتاق حسین. جگرخون ساختیم ما. نه اول هستی نه آخر. دیگه. خب بیشک. خیلی کجا هستی که نه اول نه آخر. خسته نمیشی؟ نه. دیقونی کار سخت نیست؟ نه. اوه بیشک. چی میخوری؟ یگان پنیر شیر میخوری یا نه؟ نام خدا. شما میخورید نه زنده باشین. دارین مال دارین؟ هست. خب شکر. مصروف می کار بار دیقونی سی خودتون؟ یا کار دولتی هم داری؟ کار دولتی هم داری. خب شکر. ما گفتم که بیادر دولتی ها وارستی. چطور؟ معلومه شده کردم. لالای ما چیزی نامه چیز؟ مختار حسین. چی نامای مقبوله او بدر نامای بسیار عالی نامای اسلامی بیشک والا بیشک. خودت صنف چند هستی؟ 8. اوه نام خدا. این 4 سال بعد که معلم صاحب هستی بخیر از خدا باشه ها؟ میخوای آینده چی شوی؟ آقا مختار حسین؟ معلم. با مو شکم؟ با مو بیخانگی؟ ها؟ آه بیشک. نام خدا سلامت باشی زنده باشی. چای بتیمتان. چاش تسه می طرف باشین. چاش تسه می طرف باشین. شو باشین که ما. شما باشید قدیما. مهمان هستین شما باشید قدیما خوشحال میشید. زنده باشی. لالای ما مونده نباشی. تو حتما فوتبالیست هستی دیگه؟ فوتبال خوش داری؟ بیشک والا. کدام فوتبالیست خارجی رو دوست داری؟ برسلونا. اوه او خود تیمش هست. کدام بازیگرش خوش داری؟ کدام بازیکنشه؟ ها؟ نامش نمیفهمی؟ مسی. بیشک. از افغانستان کدام گیره دوست داری فوتبالیست داره؟ شام آمد چه خوب فوتبالیستی که میزنه گل در دروازه گل میشه. دروازه خالی ده. من کدام منطقه است این منطقه مربوط به ولسوالی شیخ علیه. این منطقه به نام بید دایکالان. یعنی درخت بید داره دیگه حتما نه مت یک نام مونده دیگه. بید بیشک. همین زندگی میکنین یا کابل هستین؟ نه اینجاست. وظیفه دمی به بامیان است؟ وظیفه نیدم شیخ علی از مکاتب معلم است. اوه بیشک والله بیشک افتخار ما به خدا. سلامت باشی. شما کسایی هستین که دستتان قابل بوسیدن است. شما زحمت میکشین و اولاد وطن تربیت میکنین و وکیل و وزیر حتی رئیس جمهور شما تربیت میکنین. بیشک به خدا. زنده باشین. سلامت. خوش شدین که با شما بیادرین. سر خوردیم. ما خوشحال شدیم. سلامت باشین. جهان سپاه یگان شوخی کردیم. نه هیچ گپ نیست. به خدا. هیچ گپ نیست. سلامت باشی. چطور سیاست میکنید سر شاگردای یگان قفاق؟ نه والا اصلا از ما گپا نیست. خب هم به حسابمو پدر وارد دیگه سر شاگردات. هم تو که از نامش پیداست. یگان سیاست خو میکنی؟ نه والا سیاست هیچ. باز شاگردات
چیز نشه. نه می آدم سر مضمونی که درس میده اگه کمیت داشته خود سیاست داره دیگه. کدام مضمون درس میده؟ مضمون کیمیا، فیزیک، کامپیوتر. نام خدا. کدام شاگردم جزا دادی؟ نه والا. نمیخوایم هم جزا بگیریم. زیاد جزا دیده بس نیست؟ بله. زنده باشید، سرفراز باشید، بسیار پیام عالی، پیام بسیار نیک. بخیر باشید. ان شاء الله که افغانستان صلح شود، هموطنان ما آرام و آزاد زندگی کنه و الحمدلله دوستان عزیز تا این مسیری که آمدیم هیچ کس نمیگه که از کجا هستی، کدام مذهب، کدام قوم، کدام نژاد، کدام رنگ، کدام پوست. بسیار تا اینجا خوش گذشت. ان شاء الله ببینیم که دیگه هموطنان ما رو ببینیم مسئول چی کار بار هستن. در بغل یگان سرک گیری شو. اینجا یگان سر سمارق پیدا نمیشه؟ سمارق نه دیگه، حال خوب فعلا برف باران کمتر بوده امسال. شاید دیگه سالا پیدا میشیم. وقتی هیچ چیز نیست دیگه. نه ما به نصیب آمده دیگه. نه او تو خوب پیدا میشه یگان چیز اگر بخوره. خب یگان سنگ منگ، یگان پشتی بیل. نه خدا نکنه. خوش باشی، سلامت. سنگ و پشتی بیل زیاد دیدیم دیگه، زیبا دست نیست. قربان آقا، تشکر. سلامت باشید. بیا لالا. ما در خدمتتون هستیم. زنده باشین، سلامت باشین. ما کدمی آقا مختار آقا حسین یک عکس میگیرم. بیلایتون هم تو سرشانه بگیرین. بیایید باشید که یک عکس یادگاری همین تو سنن یالا دیگه. یکی تون سر شانه بگیرین، یکی تون بیشتر که گرفته بودی. آفرین. قد ما پایین کنم یا صحیح استم؟ صحیح. ها؟ صحیح. باشید آقا. سلامت باشید. معرفی نکردیم خدا والا. زمیر کابلی استم. یاران میدیا چینل یوتیوب ما است. بخیر هستی جانک جور؟ چی میشونی بخیر؟ کچالو. او بیشک والا. همه قمخ کچال واده گرد. تو خدا. تخم بامیان است یا پاکستانی؟ بامیان. بیشک. ما هم کمک شویم؟ خدا نگهدار. این درخت‌ها را پیوند کردی پدر؟ یا پیوند کرده بود. شوقی یک دان شاخش سیب زرد پیوند کرد. یا سیبش ترک بود. یک دان سیب زرد پیوند کرد. خدا بخیر داشته باشه. بخیر باشی. بخیر بخوری حاصل بشه. موفق باشی. برو خدایا. مانده نباشی. سایکو فیلم خراب نه. نمی. فیلم با دیگر خراب نه. نه بچه فیلم هستی.
دوستان عزیز بازم سلام خدمتتان تقدیم میکنیم. رسیدیم بخیر به ولایت بامیان. توکل به خدا خسته هستیم ان شاء الله بتونیم صبح برنامه زیبا خدمت شما تقدیم کنیم. همراهی ما کنیم.